بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم خدمت همه شما برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. همه شما رو به برنامه امروزه خوش آمدید میگویم. امیدوارم که هر کجایی باشین تن صحت و سلامت باشین برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. اگر دوستان گرامی صدای ما در پخش و ما خبر بدید، ما صحبت ادامه میتیم، منتظر کمیتری شما نمیشیم، ولی و اگر که صدای ما هم نباشه و شما میتونید برای ما گوگهی بتین تا در روند برنامه مشکل ایجاد نشود ان شاء الله. همجوران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، همونطور که از موضوع برنامه یا از اسم موضوع برنامه فهمیدید، امروز ما برنامه را به 11مین سالگرد شهادت مرحوم عمر علی قوتف تهیه کردیم و برگزار کردیم تا اینی بتوانیم امروز در این برنامه پیرامون زندگی ایشان، پیرامون زندگی نامش، مبارزش و اون شجاعت و اون قربانی هایی که در راه مبارزه کردن صحبت کنیم. هدف اساسی صحبت و برگزاری چنین برنامه این یاد داشتن، یعنی خاطره زندگی او، احترام گذاشتن به زندگی او، به راهی او، به رویش او و این شجاعتی که برای ملت کرد. و دوم از همه مهمترشون است که باید ما صدای کسانی باشیم که در میدان مبارزه در راه دیگران استوار هستیم. یعنی ما برنامه ها رو انجام میدیم، مسئله برنامه و هدف برنامه این نشاندادی اونی است که اگر از ما بین ما هر کسی که برداشته شد، شهید شد، کشته شد، زندان شد، ما این راه را انجام نمیدیم، تمام نمی کنیم، بس نمی کنیم، بلکه پر رونق‌تر میکنیم و بیشتر میشویم در راه مبارزه و هر روزی صدای اشخاص خواهیم بود که آنها در راه مبارزه کنار زده شدن و از جمله شهید عمر علی قوتف. شهید عمر علی قوتف از راه زده شد و امروز مکتب او، شاگردان او، راهی او ادامه دارد و صدای او همیشه در میدان مبارزه هست و ما عین صدای شخصی هستیم که امروز صحبت میکنیم. پیش از اونی که بگردیم به موضوع کلی، من میخوام چند نکته را کوتاه در مورد عمر علی قوتف صحبت کنم و برمیگردیم به تاریخنامه‌ای که خود شخصی بنده با آشنا است. طبق سندهایی که نشر شده است، عمر علی قوتف 21 نوامبر سال 1968 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است و در خوردی به اینترنت وارد کرده می شود، در اینترنت بزرگ می شود و بعد از یک مدت تحصیل، یعنی مکتب و تحصیل کالج و حالا بعضی ها او را دانشگاهی که در بعضی بیشتری از موادها او را همچون دانشگاه ملی می نامند، ولی در اونجایی که خودی شخص عمر علی قوتف در یک صحبت رونیش در ضلع نوی تاجیکستان در ضلع صحبت کرده بود، در اونجا ذکر کرد او یک کالج اقتصادی خونده بود، ولی بالاخره عمر علی قوتف بعد از تحصیل یعنی به خدمت حربی می رود و 2 سال خدمت حربی را در فدراسیون روسیه، یعنی در قلمرو فدراسیون روسیه انجام می‌دهد و بعد از انجام دادن خدمت حربی دوباره به تاجیکستان برمیگردد و یک مدت در اداره‌های دولتی و حیث ملیسا و انجام این چیزها کار میکند، ولی این کار را همچون یک کار شایسته برای خودش نمیداند و رو میارد به تجارت. اینجا است که زندگی نامه عمر علی قوتف شروع می شود. یعنی از سالهای 1990 تا سالهای 2000 او به صاحب‌کاری مشغول می شود، در ساحه انرژتیک تجارت می کند، فعالیت‌های زیادی می کند و سال 2003 او شرکت تاجران رو تأسیس می دهد که این شرکت در ساختارهای گوناگون کار میکنند، از جمله تجارت گاز نفت میکند، تجارت‌های یعنی سوزشواری گوناگون و لوحه‌های برقی و انرژتیکی نیز انجام میدهد و علاوه بر این باز شرکت‌های مخصوصی بارکشی انجام میدهد که اون از ماشین‌های زیادی را خریداری میکند از طریق کشور افغانستان و دیگر کشورها، یا که از چین. بین این کشورها یک میخواد تاجیکستان یک کشور ترانزیتی باشد و از اینجا مال و ملک را به این طرف اون طرف ارسال کند. و حتی ما مصاحبه عمر علی قوتف را که یک جلسه برگزار کرده بود و در اونجا وزیر راه آهن یا رئیس راه آهن پیشین را دعوت کرده بود و در اونجا عمر علی قوتف واقعا بسیار یک جلسه
وسیع برگزار کرده بود. در روز جلسه از رئیس رایو هم بسیار تنقید میکند و میگوید که ما برای جلب کردن یک سرمایه گذار به از جیبک خودمون پول مصرف میکنیم، به کشورهای خارج سفر میکنیم و اونها رو به اینجا میکشیم میاریم، ولی شما در اینجا تعریف ها را خیلی گران میکنید و این باعث میگرده که ما نتوانیم در راه تجارت و در راه پیشرفت وطن و کشور چکار کنیم، خدمت بکنیم. خب دوستان گرامی و هموطنان عزیز، عمر علی قوتوف در سالهای 2011 2012 باز شرکت‌های یعنی همین شرکتی که تاجران است، این در زیر این شرکت ده شرکت دیگر باز میکند. یکی از این شرکت ها به اسم شرکت فراز است که عین حال در دست داماد عروسی، یعنی در دست داماد ولی رحمان فضل شمس‌الله صایبوف، و این شرکت نیز به همین کارهای داد و گرفت نفتی مشغول است و وقتی که دامادی مولی رحمان شمس‌الله صایبوف او را درآمدش رو میبیند، کار و تلاشش رو میبیند، کوشش میکند که این مال و ملکی او را مصادره کند بعد فایده خود بگیرد، ولی عمر علی قوتوف به این دست نمیتید و این را اجازت نمیتید و میگوید اگر شما این کار کنید من دقیق است که راضی نمیشوم، چون مال و حلال دستی خود. وقتی که عمر علی قوتوف به خواست شمس‌الله صایبوف راضی نمیشود، شمس‌الله صایبوف از راههای گوناگون تلاش میکند که این شرکت را به فایده خود درآورد و تمام مال ملک عمر علی قوتوف مرحوم شهید را بگیرد و بالاخره موفق می شود و تهدیدهای زیاد میکند و این باعث میگردد که عمر علی قوتوف وارد سیاست شود. دو سال 2012 پس از مناقشه که در همون داخل حکومت صورت گرفت به شمس‌الله صایبوف وارد یعنی خارج کشور میآید و در خارج کشور در شهر مسکو به دنبال راه حلی است که چگونه میتواند تاجیکستان را از این راه حل و از این مشکلاتی که به میان آمده است نجات بدهد. و در همین زمان در مرزی یعنی در آخر سال 2011 و در اول سال 2012 در مرز تاجیکستان و چین یک مشکلاتی روبرو میگردد که در اون مشکلات سرزمین ما به چین فروخته می شود از جانب حکومت علی رحمانوف. یعنی در آخر سال 2011 و در اول سال 2012 سرزمین ما از قسمت بدخشان مرغا به خطای داده می شود و این باعث می گرده که مردمی ولایت مختار کوهستان بدخشان به میدان بریزند، تظاهرات‌های گوناگون کنند و چندین نفر رو در اونجا چکار کنند، شهید بکنند و این باعث می‌گردد که عمر علی قوتوف باز هم روحیه‌اش قوی‌تر بگردد، از نوعدالتی که در تاجیکستان می‌شود بیشتر روحیه بگیرد و به سیاست وارد شود و اینجا تشکیل کردن یک حرکت سیاسی به میان میآید که منظورشون یعنی برای همین شهدایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان شده‌اند عمر علی قوتوف روی صحنه میآید و حرکت سیاسی گروه 24 رو تشکیل میکند. هدف‌های اساسی حرکت در همون زمان که عمر علی قوتوف در مصاحبه خود در اگر شما ببینید به زبان روسی با بعضی از نمایندگان جامعه شهروندی و فعالان حقوق بشر در فدراسیون روسیه نشسته بودن صحبت میکردن که با زبان روسی بخشی از او بود، در اونجا بیشتری از هدف‌های همین تشکیلات رو مبارزه بر ضد فساد، یکی از نقطه‌های مهم، طلب کردن اصلاحات دموکراتیک، انتقاد سیاست قدرت بود. یعنی در این زمان اون بسیار به شدت صحبت میکرد، به شدت مبارزه میبرد و این باعث گشت که یعنی صحبت‌های او باعث گشت از جمله در میتینگ‌های گوناگون مخالفان فدراسیون روسیه صحبت میکرد، گپ میزد، حرف میزد بر ضد حکومت. ما یادمون هست که وقتی که یک میتینگ در شهر مسکو انجام شد، مخالفان حکومت روسیه در اونجا اشتراک کرد و یکی از نقطه‌های مشهوری را زده بود که اگر که پوست را بکشه از روی علی رحمانوف در داخلش خوب رو میبینی و یگانه یعنی این نقطه‌های جالبی که عمر علی قوتوف در اون سال زده بود در سال 2012 و نقطه دیگر زده بود در همون جا که شیطانی اساسی
در همین دنیا امروز در تاجیکستان است و امالی رحمانوف است. و این نقطه‌ای بود که بسیار جلب کننده بود و در اون زمان امامعلی رحمانوف رو که در تاجیکستان مردم اسمش رو کج گرفتن، همتوانستن و جناب عالی و فلان بسمدان میگفتن. یگانه شخصی به اسم عمرعلی قواتوف پیدا شد و استعفای امامعلی رحمانوف رو طلب کرد و بالاخره او رو چکار کرد؟ شیطانی از شیطان ها نامید در داخل تاجیکستان و او رو گفت که اگر که پوستش رو از رویش بکنی او خوب است. خب بالاخره عمرعلی قواتوف در روسیه خیلی زندگی کرد و مبارزه برد و بالاخره در همون در سال 2012 با مشکلاتی روبرو گشت که حکومت امامعلی رحمانوف با حکومت روسیه همکاری کرد و خصوصا عمرعلی قواتوف را از فدراسیون روسیه مثل محمد روزی اسکندروف و اگر اشتباه نکنم به تاجیکستان ببرد. و عمرعلی قواتوف از روسیه فرار کرد به کشور امارات متحده عربی سفر کرد و در کشور امارات متحده عربی در فرودگاه دستگیر شد و در اونجا تقریبا 8 ماه زندان شد. بعد از 8 ماه زندان عمرعلی قواتوف از زندان آزاد گردید و به کشوری اگر اشتباه نکنم قزاقستان یا قرقیزستان سفر کرد و میخواست نزدیکتری کشور تاجیکستان باشد که در اونجا او را قبول نکردن و گفتن که اینجا میتواند به جان تو خطر بیاید یا که ما به تاجیکستان را استرداد میکنیم و توانایی از تو دفاع کردن رو نداریم. و عمرعلی قواتوف باز به قزاقستان سفر کرد و یا که اول به قزاقستان بعد از این دو کشوری که در اونجا برای عمرعلی قواتوف دایره رو تنگ کردن و اجازه ندادن که نزدیک کشور تاجیکستان باشد، بالاخره سفر کرد به شهر استانبول کشور ترکیه و در اونجا مستقر شد و در اونجا مبارزه خود را عمرعلی قواتوف ادامه داد و بعضی از صحیفه‌های اجتماعی تشکیل کرد و از جمله ادنا کلاسنیک و دیگر صحیفه‌های اجتماعی و مبارزه خود را توسط صحیفه‌های اجتماعی می‌برد و همون با همون الیت سیاسی اعتماد و باوری داشت و میگفت که اگر که بشود مبارزه رو با الیت سیاسی ما میتونیم قدرت در تاجیکستان تغییر بدیم. ولی در صدد یک تشکیل راه بود، فکری بود که ما چگونه بتوانم در صورت اهداف اول انجام نشدن، عملی نشدن، هدف دیگری را راه اندازی کنم که به این هدف دیگر ما بتوانم. و بعد از آنه که تمامی نیت ها، هدف هایی که داشت برای نخبگان انجام شود، الیت سیاسی که انجام نشد، عملی نشد، همون راهی درستی را که باید رو آورد به مردم و از مردم طلب کرد که بر بخیزد و مردم بر بخیزد و حکومت امامعلی رحمانوف رو سرنگون کنید. و بالاخره این به این نقطه برگشت و در سال 2014 یک صحیفه اجتماعی کشاد که بسیار ساده و آسان بود برای مردم تاجیکستان که بتوانند به اونجا پیوست بشوند و فکر و نظر خود را بیان کنند. و در اینجا راه اندازی کردن یک رادیو بود به اسم زیلو که در اونجا بسیار ساده انسان ها میتوانستن وارد میدان بشن و یک تگمچه را زیر میکردی و میتوانستی وارد این میدان بشی و در اینجا فکر نظر خود را بیان بگی. ما از اولین اشخاص بودیم که نوارهای عمرعلی قواتوف را تماشا میکردیم، فکر نظر او را داشتیم و همیشه میخواستیم که ما بتوانیم با این یک ارتباط برقرار بکنیم. و وقتی که در کانالی یا که در گروه‌های تبلیغاتی گروه 24 که در ادنا کلاسنیک بسیار مشهور بود، چون این تبلیغات نشر شد که چون این یک کانال تشکیل شده از در زیلو و هر کسی که میتواند پیوست بشه و فکر نظر خود رو بگوید و ما در اونجا پیوست شدیم. و در اول بسیار اطراف ما یعنی حدود ما تعداد ما کم بود و ما 10-15 نفر پیوست شدیم و هر روز هم صحبت میکردیم و بالاخره هر روز نفرها زیاد و زیاد میشد. و در اینجا ایده به میان اومد که چگونه ما میتوانیم به عمرعلی قواتوف پیوست شیم و در همین زیلو یکی از برادرها پیوست شد و گفت که من میتوانم با عمرعلی قواتوف در ارتباط شم و یک روز رو معین کنید او میتواند اون روز وارد همین کانال بشود و فکر نظرش رو بیان کند و شما میتونید سوال و جواب کنید و با ایشان صحبت کنید. و این کارم انجام شد و عمرعلی قواتوف وزیر رو پیوست شد و همین طریقت ارتباط مردم و جامعه به عمرعلی قواتوف پیوست شد. و از سال 2014 عمرعلی قواتوف توانست در شهر مسکو بسیار 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 هدفمندانه
به مردم یعنی نزدیک شود و مردم رو به خود جلب کند و ما در یاد داریم که سال 2014 بزرگترین تظاهرات های مردم تاجیکستان در فدراسیون روسیه انجام شد. هر روز جمعه در نزد مسجد پرسپک میر مردم تاجیکستان با هم جمع می شدند و از ظلم و ستم امام علی رحمانوف صحبت می‌کردند و بالاخره باز به پیشنهاد عمر علی قواتوف و دستگیری او سازمان ما که امروز من راهبر او هستم در قلمرو فدراسیون روسیه تشکیل کرده شد و راهبر او یک از شاگردان وفاداری عمر علی قواتوف یعنی مقصود ابراهیموف گزیده شد و من جانشین اولش، نسیم جان جانشین دوم و همین طریق مبارزه ما در فدراسیون روسیه ادامه یافت. در روند همین مبارزه ما در ماه دکبر بار دیگر عمر علی قواتوف در ترکیه دستگیر می‌کرده می‌شود. اون با حسین اشور و سهراب ظفر راهبر زندانی حرکت سیاسی گروه 24 و اگر اسم در یادم باشد بود یک نفر دیگر عبدالرشید، بله 4 نفر اینو دستگیر کرده میشوند و در ترکیه زندان کرده میشوند. و در اون زمان من یادم هست که من اخیران تظاهرات را که در قلمرو روسیه انجام دادم این 31 دکبر سال 2014 بود که ما با یک عده از جوانان رفتیم در نزد سفارت ترکیه یک تظاهرات کردیم برای آزادی عمر علی قواتوف و ببخشید کسانی که با او دستگیر شده بودند. و همزمان بعد از این تظاهرات انجام دادن من اومدم باز دوباره نزد سفارت تاجیکستان با همه جوانان و در نزد سفارت تاجیکستان هم این تظاهرات رو انجام دادیم و من و یک برادر دیگر دستگیر شدیم و زندان برده شدیم و بالاخره بعد از 5 ساعت ما رو دوباره آزاد کردم و ما برگشتیم به خانه های خود و همین جمله مبارزه ادامه پیدا کرد. ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان با حکومت روسیه همدست شدند و تمام جوانان فعال همین تشکیلات رو یعنی اعضای سازمان جوانان برای تاجیکستان و اعضای گروه 24 در قلمرو روسیه یعنی موردی تهدید قرار بدهند و یکی پشت یکی دستگیر کردن و پشت زندان بردن. در همین سال 2014 تقریبا 10 نفر اعضای ارشد همین سازمان و گروه دستگیر کرده شد و بالاخره ادامه پیدا کرد و در سال 2000 ما یادم هست که در همون سال 2014 مقصود ابراهیموف در 21 نوامبر بود اگر اشتباه نکنم به یک حمله سوی قصد به جانش صورت گرفت و 5 کارت به جان او زدن و عمر علی قواتوف این کار را محکوم کرد و از مردم طلب کرد که به میدان بخیزن و هر کدومش مثل مقصود ابراهیموف یک لیدر شوند در میدان و گفت من آرزو دارم که 100 تا مدیریت رو داشته باشم که ارادر باشند و مثل خود ما بتوانند به مردم دعوت کنند و صحبت کنند که مردم به این پیوستند و الحمدلله به این آرزوش رسید و در رادیو کانال زیلو نه تنها 100 بلکه من در سال 2015 وقتی که به سوئیسیا اومدم در سوئیسیا یک لیستی مدیراتری تشکیل کردم که زیاده از 130 نفر مدیراتری فعال دوستان من در صدای ما هست و اینجا میبینم که مشکلات اومده است. خب 130 زیاده از 130 نفر مدیراتری فعال و اراتر در همین رادیو کانال زیل وجود داشت و این نشان داد اونی بود که عمر علی قواتوف واقعا توانست با اون روحش که به همین گونه مدیراترها رو آماده کند و اینها مبارزه ببرند چکار کنند برسد. خب عموما عمر علی قواتوف بعد از اونی که در سال 2014 در ماه دکبر دستگیر کرده شد در ماه فوریه در آخرش از زندان آزاد کرده شد و با او گفته شده بود که ترکیه رو ترک کند ولی متاسفانه از سبب اونی که اسناد وجود نداشت و عمر علی قواتوف توانایی ترک کردن ترکیه را نداشت و در 5 مارس سال 2015 یکی از خائنان به اسم سلیمان در شهر استانبول مردم را به خونه‌اش دعوت میکند از جمله مبارزان را از جمله عمر علی قواتوف را که بیایید من افطار میتیم و بیایید شما بیایید من یک خیری میکنم پدرم در تاجیکستان گذشته است و فلان روزی نمیفهمم در گذشت پدرم از حالا نمیفهمم چون عمر علی انسان بسیار دیندار بود و یک انسانی دلسوز بود و این نفر یک نفری فقیرم بود و بسیار دوست نداشت که دل کسی رو بشکند و به این نشست آمد و در این نشست شب نشستن غذا خوردن و
عمر قواتوف احساس کرد که برای او زهر دادین و بدنش ضعیف می شود و اون خانه را ترک کرد، به میدان بیرون برآمد و میخواست تاکسی بگیره بشیند و متاسفانه در همین زمان یک نفر سلاح به دست آمد، سوی او تیر خالی کرد و از سر او تیر پران و به همین زندگی عمر قواتوف به انجام رسید و شهادت را قبول کرد. عمر قواتوف پس از این تیر انداختن شهید شد و متاسفانه ما و شما تو امروز عمر قواتوف را در کنار خود نداریم. عمر قواتوف اویله‌دار است، صاحب 5-6 فرزند است و حتی بعد از مرگش همسرش باردار بود، حامله‌دار بود و یک دخترچه دیگر نیز به دنیا آورد بعد از وفاتش و الحمدلله امروز زن فرزندش در سلامتی کامل زندگی میکنن و زندگی دارن و امیدواریم که پروردگار اون رو همیشه در حفظ امانش نگهبان باشه. و حالا یادی که از عمر قواتوف مونده است این یاد شجاعتی اوست که ما مردم و جوانان رو به میان آورد. حالا یک از قصه هایی که من خودم میکنم، من واقعا یک انسان عادی از جمله اشخاصی بودم که به فدراسیون روسیه می اومدم و مثل مردم کار و زندگی میکردم و هیچ بوی از سیاست و از دولتداری و از سیاست و از دیگر عقیده ها نداشتم. اصلا نمیدانستم که می شود یک انسان عادی سیاستمدار شود، یک انسان عادی بیاید دیپوتات شود، یک انسان عادی از یک خانواده عادی بتواند بیاید پرزیدنت شود و این مسئله ها در فکر و خیال من نبود. همون افکاری را که امروزا مردم تاجیکستان دارند بیشترش، یعنی فرزند سیاستمدار باید سیاستمدار شود، فرزند پرزیدنت شود، فرزندی نمیفهم باغدار باید باغدار شود، همین گونه افکار در افکار ما بود. اما بعد از شنیدن صدای عمر قواتوف واقعا همین عقیده در فکری من دیگرگون شد. وقتی که من در یوتیوب ویدیوهای عمر قواتوف رو تماشا میکردم در ادنا کلاسیک، واقعا یک نیرو و یک روحیه دیگری میگرفتم و وقتی که زیلو تشکیل شد، اولین کسی که در زیلو توانست با عمر قواتوف سوال کند در حالی هم در کانال ها هست، این صدای من بود. یعنی من اولین سوالی سیاسی رو توانستم به عمر قواتوف بتیم و اولین کسی را پیشنهاد کرد که عمر قواتوف به همین برنامه زیلو بیاید من بودم و پیشنهاد کردم که ما با عمر قواتوف باید در ارتباط شیم و جویا شده و عمر قواتوف را یک برادر پیدا کرد و به رادیو کانال زیلو آورد و ما در اونجا اولین سوال رو انجام دادیم، من خودم شخصا، و از همین طریق ارتباطی ما با عمر قواتوف پیدا شد و الحمدلله ما با عمر قواتوف هیچ گونه ارتباطی بدی نداشتیم و همیشه در گفتگو با او لذت می‌بردیم و متاسفانه در سال 2015 وقتی که عمر قواتوف یعنی 3 روز پیش از کشتن است، یک مشکلاتی به میان آمد که بیشتری برادرای ما را در زندان دستگیر کردند و من در یک جلسه یک سوال دادم که چرا ما باید با تاجیکستان یعنی با حکومت امروزه امالی رحمانوف گفتگو نکنیم در صورتی که خب بتونه حد امکان اگر که توانایی انقلاب رو نداریم حد امکان توانایی آزاد کردن زندانیان رو داشته باشیم و این بچه‌ها این چیزا جدی‌تر گرفتن و این مسئله بالای عمر قواتوف خیلی فشار آورد، ولی متاسفانه بعد از 3 روز او به شهادت رسید که این مسئله برای من عین حال که همچون یک راهبری سازمانی مخالف هستم بسیار واقعا هم ضربه میزند که چون این سوال‌ها باید انجام دادن نمیشه، چون عین حال توانایی خودم رو میبینم و احساس میکنم در جای عمر قواتوف هستم که واقعا ضعف وجود دارد که ما توانایی چون این یک کارهای عملی جدی رو امروز نداریم، چون مردم در کنار ما نیست و اگر مردمی را امروز در کنار ما هست، مردمی است که در خارج کشور قرار دارد، در داخل نیست و با همین سبب ما نمیتوانیم اون مسائل عمیقی که ما بتوانیم انجام بدیم. حالا دوستان و برادرانی که اگر بخواهم به برنامه پیوست شوند میتونن لینک برنامه رو گذاشتم و میتونن به برنامه پیوست شوند و من تا اون زمان صحبت رو ادامه میدیم و هر کسی که آزاد است میتونه پیوست شود. دوستان گرامی، خب مهم از همه ای است که دوستان گرامی عمر قواتوف در تاریخ تاجیکستان یک کار نوینی رو به میان آورد. کار نوینی از همه کار درست عمر قواتوف این بود که در تاریخ تاجیکستان نشان داد که
یک انسان از یک خانواده عادی به میان می آید و میتواند در مقابل یک استبداد، یک دیکتاتور، یک ظلمی که سالها ادامه پیدا کرده است بر بخیزد، حرف بزند، جرأت پیدا کند و علاوه بر این به صداها جوان این کشور امید ببخشد که می شود استودگی کرد، می شود مبارزه برد، می شود دیکتاتور را چکار کرد، سرنگون کرد. یعنی اعلان 10 اکتبر سال 2014 نشان دادی اونی بود که حکومت استبدادی امامعلی رحمانوف چونان سخت از امامعلی قواتوف ترسیده بود، چونان سخت ترسیده بود که تمام تنگها نیروهای نظامی رو به میدان، یعنی به شهر دوشنبه آورده بود که روز 10 مردم به میدان نبرایند. یعنی اون قدر سخت حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف از یک صدای مخالف، از یک صدای یک نفر عادی که در تاجیکستان مثل من تو از یک خانواده عادی به میان آمده بود. یعنی نشانی عمرعلی قواتوف، حرکت عمرعلی قواتوف این را نشان میدهد که امکان دارد. مسئله دومی مهم این عمرعلی قواتوف چی بود؟ این بود که عمرعلی قواتوف این راهی که شاخ بود، بسته بود و فقط الیت‌های سیاسی در گذشته تصمیم می‌گرفتن مردمی گردانید. گفت که نه تنها مردم سیاسی باید تصمیم گیرنده آینده وطن باشند، بلکه مردم. چرا باید تنها الیت سیاسی تصمیم گیرنده باشد؟ چرا تنها بچه سیاستمدار باید سیاستمدار بشود؟ نه، بلکه تمام مردم و جامعه باید در سیاست داخل باشند و در سیاست چکار کنند؟ دست به کار شوند و اینها باید انتخاب کنند که کی را براشون باشد و کی باید نباشد، کی خادم اینها باشد، کی باید نباشد. یعنی همین سیاستی که سالها موجود بود، سیاستی بسته الیت سیاسی یا نخبگان سیاسی، این را به چی تبدیل کرد؟ به یک سیاستی که او سیاستی عادی بود. ما چندین نفر را به برنامه دعوت کردیم، از جمله برادرم رو منوچهر کوهستانی از کشور آلمان و منوچهر کوهستانی به برنامه یادبودی شهید عمرعلی قواتوف خوش آمدید. امیدوارم که تنسیت سلامت باشید. ما طول نیم ساعت میشه صحبت داریم در این موضوع و اگر فکر نظر رو راجع به همین قضیه ان شاء الله بیان بدارید و از روند زندگی که با عمرعلی قواتوف آشنا شدید و صدای او را شنیدید و چگونه او برای شما تاثیر کرد که این راه رو انتخاب کنید. بفرمایید دوست گرامی. سلام و درود و سلام به همه تماشابینان برادر عبیدالله سیدی. بله، پوست کنده بگویم زمانی که ما جوانها از آن انسانهایی که فکر میکردیم چرا یک نفر پیدا نمی شود که اینقدر انسانهایی که میخواهند در کشور یک سهم داشته باشند، در سیاست کشور یک سطح داشته باشند، یک نفر پیدا نمی شود که آنها را جمع آوری کند. دقیقاً آخرهای سال 2012 بود که من بنده عمرعلی قواتوف را در اول همچون دوست و همچون یک انسان هم عقیده شناختم، اما در وقت رفت زمان که شما در اونجا حضور داشتین، عمرعلی قواتوف با یک انسان تبدیل شد که دیگه ما همچون یک استاد و همچون یک برنده این راه او را تصدیق کردیم و دنبال او شدیم. دقیقاً انسان‌های مثل عمرعلی قواتوف یک خاراکتری دارن که اونها را واقعا نمیرنده میکند. همین هستند که یک از هم مهمترین سطح فهمیش توحید همی است که انسان نپرسد که چی میشود، انسان باید همون با عقیده و اخلاص خود حرکت کند. دقیقا همین حرکت را عمرعلی قواتوف داشتند، همین حرکتی که توانست که اکثر جوانهای زنده دل را و انسانهایی که میخواستند در این راه قدم بگذارند با آنها همچون یک کمک شد که آن در اینجا آمدن. و دقیقا عمرعلی قواتوف یک لهجه و یک گفتار عادی داشتند که اکثر مردم هم با سواد هم بدون سواد مفتون صحبت های او می شدند، چون که اون برنامه زیاد پیچیده هم نداشتند. درباره انقلاب یک ایده داشتن که ما فقط میخوایم انقلاب کنیم، با چی راهی که باشد نباشد باید که این حکومت در کشور نابود کرده شود و حکومت دیگری در سر قدرت بیاید که بتواند
عدالت اجتماعی را برای تمام مردم تاجیکستان برآورده بکند. دقیقاً من فکر میکنم عمرعلی قواتوف یکی از شخصیت های پرتأثیری جامعه تاجیکستان در این عصر 21 بود و هست و خواهد ماند، که توانست همون ایده‌ای که در دل بسیاری جوان ها بودن و نمی توانستند که یکشون دو شود و 4-5 نفر دنبالشون شوند، دقیقا همون ایده را عمرعلی قواتوف توانست که پیش ببرد و یک حرکتی را ایجاد کرد و یک ایده را ایجاد کرد که میتوان فهمید که آخران سخن اونها چی بودن. اگر من به خاطر ایده ام، به خاطر هدفم، اگر که بدون هیچ چیز بمانم، بدون خانه بمانم، میرم در سر یک مترو در یک جای پر آدم می نشینم و در اونجا دعوت میکنم، میگم که اینمی رحمانوف ظالم ای، اینمی حکومت ظالم ای. دقیقاً همین اخلاص اون شخص در این راه عدالت، اخلاص اون شخص در این راه پیشرفت، یعنی انقلابی، واقعا او را به یک جایهای بردن که دقیقا اون شخص شهید شدن. و امروز ما در روزهای بگیم که در دهه دوم ماه شریف رمضان یاد آن شخص میکنیم. یعنی از این صحبت ها معلوم می شود که عمرعلی قواتوف زندگی خود را نه در این که در مرام و نافهمیش زندگی کرده بود، بلکه به خاطر هدف و ایده خود زندگی کرد. اگرچه در مردم ما تصوری فهمیش مردم ما این هست که یک لیدر باید، نمیفهمم، در تخت های زرین باید ببینند، یعنی این تصور رو فهمیش را دقیقا جناب رحمان و حکومت اون برای مردم آموزش داده است. اما در اصل یک انسان فریخته، یک انسان فهمیده و یک انسانی که واقعا از دین و از دنیا و از انسانیت با خبر هست، برای او همینه که یک چیزی برای زندگی داشته باشد برای او کافی است. دقیقاً عمرعلی قواتوف در زمان خودش خیلی انسان پولدار و انسانی، یعنی که در بالای زین بودن، اما وقتی که آمدن و حرکت سیاسی تشکیل کردن و برای انقلاب حرکت کردن، در تای زین آمدن. اما میگن انسانی با فراست و با فرهنگ، حتی در زمانی که زندگیش سخت است، در همان زمان استطاعت و آمادگی خود را به خاطر هدفش نشان میدهد، که دقیقا این سخنها را میشود درباره عمرعلی قواتوف گفت. برادر عبدالله سیدی. بله کوهستانی عزیز، ولی نگاه کنید شما اول اگر آشنایی خودتون رو بگین، چگونه خود عمرعلی قواتوف از کجا یکم بار آوازش شنیدی، ویدیوش دیدی یا که وارد زیل شدی؟ این زمان هم در زندگی امروز سوال نکردم بوری. دقیقاً آن زمانی که ما در زیلا بودیم عمرعلی قواتوف در آنجا نبودند، چون که بنده در آنجا اولین انسان‌های هستم که کانال تاجیکان روسیه رو تشکیل کرده بودم و با دیگر برادرها در اونجا درباره سیاست گپ می‌زدیم، اگرچه اونقدر آزاد نه، یعنی یک کاری میکردیم که بفهمن که ما ایده سیاسی داریم. من فکر میکنم دقیقاً سال 2012 آخرش بود یا سال 2013 از کاپیلوس من عمرعلی قواتوف رو اولین بار دیدم، چون که در اون وقت دیگر نفرهایی بودن که جا تماشاشو میکردیم و عمرعلی قواتوف دقیقاً در کاپیلوس اومدن و شناسایی ما بعدم از ادنا کلاسنیک با اون شروع شد. در ادنا کلاسنیک یعنی ما همون انسانهایی بودیم که بسیار مبارزه هم بردیم، بسیار صحبت میکردیم، بسیار کامنتاری هم نوشتیم. دقیقاً اگر یاد داشته باشین اون شورشی که در ادنا کلاسنیک در هر کجایی که میدون اومدی رحمانوف استعفا، یعنی از همون شورش آغاز شد که ما عمرعلی قواتوف شناختیم. و بعد از اونی که کانال نوی تاجیکستان یک تشکیل شد، بعد دیگر عمرعلی قواتوف هم در اونجا داخل شدن و ما نیز در اونجا داخل شدیم و همه در یک جا همونجا فکر میکنم دقیقاً مثل همه اون برادرهایی که بیشتر به عمرعلی قواتوف شناس شدیم از طرف زیلا بود، که باز دیگر بسیار صحبت‌های خصوصی میکردیم و ایده های خود پیشنهاد میکردیم. یعنی ما واقعا همون انسان هایی بودیم که عمرعلی قواتوف به ما نیاز داشت و ما نیز به عمرعلی قواتوف نیاز داشتیم. اون عمرعلی قواتوف بر مثلا اون بگیم که تجرباتی که ما در زندگی داشتیم، اونو که در داخل کشور بودن، ما تجربه که در بیرون کشور داشتیم و همون آمادگی که مردم رو برای تظاهرات و برای همبستگی در روسیه جمع میکردیم، دقیقا همون مقصد ها بودن که بیشتر ما یک شناس عمیق با عمرعلی قواتوف پیدا کردیم و شناسایی عمیق پیدا کردیم و اونجا بود که ما اون شخصیت بزرگوار توانستیم که از چنین اشخاص ها، از شناسایی چنین اشخاص ها برخوردار باشیم.
برادر کوهستانی ببینید که در همین زندگی که ما امروز داریم متاسفانه چنین اشخاص، یعنی ما هدفمون این است که باید همین انسان ها ایدهشون، فکرشون، نامشون در راه مبارزه فراموش نشود، چون همچون یک ایدئال بدن، ولی همین ایدئالو زیاد می شود. یعنی ببینید مثلا مقصود ابراهیم فا بردن، مورال قوات فا کشتن، امروزه سهراب ظفر را بردن زندان کردن. یعنی همین گونه تعدادها چنان زیاد می شود که چگونه ما میتوانیم نام اینها را و از جمله نام مورال قوات را زنده بداریم، در صورتی که چنین شخصیت‌ها در راه مبارزه بسیار زیاد می شود تعدادشون و هر کدامشون به اندازه خدمت کردن، اگرچه خدمت مورال قوات بالاتر از هر چی باشد، از هر کدام اونها. در این سوال واقعا یک جواب عادی هست که مثل همه اون حافظ و بیدیل و نمیفهم دیگر بابا جان غفور و همه این اشخاصی که در تاریخ تاجیکستان یک سهمگذاری بودن، اونها دقیقا در همون فنای تاریخی و این چیزها نامشون خواهد ماند و برای نسل‌های بعدی اگر که مثلا یک اپوزیسیون سالم در سر قدرت بیاید و بتواند که مثلا همون اشخاص هایی که در این پایه‌گذاری بعضی از راه ها بودن و پایه‌گذاری بعضی از ایده ها بودن، دقیقا من فکر میکنم که میگه که هرگیز نمیرد آن که زنده شد به عشق. اون نفری که به عشق زنده شده است، این راهی مبارزه، این راهی انقلاب، این عشق است. این عشق هست که انسان را زنده نگه می دارد. اون عشق هست که انسان را پلنگ نگه می دارد. این عشق مبارزه و انقلاب، هر قدری که انسان تحتر در این راه برود، هر قدری که کوشش کند که عمیقتر این راه را بشناسد، هیچ وقت نام او فراموش نخواهد شد، حتی کمترین خدمتش هم. برادری عزیز، زنده و سلامت باشه برادر کوهستان. انشالله امیدوارم که بتوانیم تمام مبارزین، مجاهدین و هر کسی که در راه وطن ملت خدمت کردن یادشون رو داشته باشیم و این بسیار مهم است و از جمله مورال قوات شخصی است که هیچ وقت فراموش نمی‌شود. مخصوصا همین که خودت گفتی در این مکتبی که این مکتب رو ساختن، فراموش شدنش سخت است، چون یک روز نه یک روز وقتی تاریخ رو هر فرزند تاجیکستانی که میخواهد میهن خود رو تاریخش رو بیاموزد و ورق بزند، حتما در دفتر سیاست پیدا می شود که یک روز یک نفر از مابین مردم عادی به میان آمد و توانست با صدای خود، یعنی یک قسمت از جامعه جهان رو، یعنی جامعه تاجیکستان رو بیدار بسازد و با اونها گوشزد کند که جامعه امروزه تاجیکستان نیاز به اون ندارد که فقط نخبگان سیاسی یا که الیت سیاسی اداره کننده شما باشند، بلکه میتواند یک انسان عادی، یک دهقان هم بیاد به سیاست دست بزند و هر کسی برای کار ساخته شده است. یک انسان از خانه مثلا دهقان میتواند را تحصیل بکند و بهترین علم سیاسی و دیپلمات قوی بشود، بیاد پرزیدنت شود، هر کسی دیگر بشود. مهم این که پدر مادر او اگر دهقان بدن چگونه او را تربیت کردن و چگونه برای او، یعنی به اصطلاح بگیریم چشم گشنش به جامعه نآوردن که فقط در راه خدمت فقط مفاد ببیند. مثلا در امروزه تاجیکستان، در سیستم تاجیکستان هر جا را به چی نگاه میکنه؟ میگه اینجا روغنی هست یا نیست. با او اندیشه نمیکند که همین جا من میتوانم به مردم خودم خدمت کنم. با او اندیشه میگویند که هر کی را بهر کاری ساختند، مهر او را در دلش انداختند. دقیقا انسان هایی که در سیاست من، اینها رایل انسان ها هستند، اینها انسان ها می سازند، چون هر فرزند، هر پدری که انسان داشته باشد، انسان در سیاست میاد. بعض انسان ها کوچک میشوند، بعضی انسان ها واقعا در این راه خود را می سازند و عمر الخواتف دقیقا همون انسان هایی بودن که در کمترین فرصت توانستن که همو ووندرکیند میگن با زبان آلمانی، هم ووندرکیند بودن که در کمترین حالت آموختن و اما همون باوری که باید نمیکرده شد با بسیاری اشخاص، همون باوری توانست که آنها را از بین ببرد. و تشکر زیاد برادر عبیدالله سعیدی که شما ما را اینجا دعوت کردید. سلامت باشید. ماشاءالله. اینجا برادر ایشان عبدالحی اینجا هستن، ماشاءالله. درود بر شرفی نبی پیغمبر، اللهم صل علی محمد و آله و اصحابه اجمعین. برادر عبدالحی میکروفون کشتگی است.
حمله خلیفه خوش اومدی به برنامه یودبودی مرحله قوات. امیدوارم که تنصیف سلامت باشی. ولو اگرچه عبدالحید حضرت کشتنی رفتن، عبدالحید اون چیزی که من از زندگی خودت میدونم، خودت تقریبا سال 2015 یعنی بعد از شهید شدن مرحله قوات به گروه 24 پیوستی و بعدا به سیاست دست زدی. ولی از بخش از صحبتات شنیده میشید که شما در تاجیکستان نیز واقعا مرحله قوات رو حضور تماشا میکردید، یعنی شناسایی داشته با او. ولی من میخوام یک کم فکر نظر خودت را در عموم راجع به این قضیه و مخصوصا همین چیزایی که در تاجیکستان، حالا همچون یک انسان عادی که در بازار کار میکردی، سودا میکردی، راهرو میرفتی، چگونه سر صدای همین مرحله قوات که در بیرون از سال 2014 آغاز شد و گوشی همچون یک انسانی که در سیاست نبود در داخل وطن میرسید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کلی تماشابینان، کسایی که اینجا ما را میبینن. امیدوارم که تنصیحات باشین. انشالله که در ماه شریط ماه مبارک خدا کنه عبادت های زحمت ما و شما را الله قبول فرماید. خب بعدا میگذاریم به قسم سیاست. من سال 2000 ما زمانی که اعضای حرکت سیاسی گروه 24 شدم، وقت خدا رحمتی معارف خواهد و دینو گذشتگی بود مرد گذشت یک بهار ده من آخرای نویبر ده پیوست شدم. همون سال نیکیم در همون سال در تاجیکستان کار میکردم، در بازار سلطان کبیر کار میکردم. آزاد بود. یک کمترک در سیاست در داخل تاجیکستان کسی تاجیکستان من اولین بار همین عده برآمده که دیگه بودم، دو دیگه بودم اتالیفا. بعد او قدر چی اینترس نبود که مرحله قوات به اینترس بود در بین مرد، در بین جمعیت مردم بازار اینترس بود، مردم تماشا میکردن، آزاد بود تماشا میکردیم. و حتی همون 14 اکتبر هم خبر داشتیم که اعلان کرده بودن تظاهرات تبادلات، میگن انقلاب مردمی. بله. آره بودیم همه سر بزرگ ما بوده که مردم خوب پیشوازش میگیتن، مردم منتظر بودن که هم خیلی خوب قبولش بشه، هم منتظر بودن که کسی که باشه که در داخل مردم پرشته کسی باشه که هم خیلی سیاست یک قدم پیش بگذاره. مردم خوب پیشوازش میگیتن، خوب چی بود قبول داشتنش مردم جامعه. و کشتنش هم حتی همه جا پخش شدگی بود. وقتی خلق به صدا رسوندنش همه جا پخش شدگی مردم تماشا کردن، خیلی مردم غمگین هم شدگی بودن. خیلی وقتا تغییری نبوده اول و بعد هم اعلان به جدیشی. یعنی سر صدا و شما ویدیو رو تماشا میکردید، در اون سر صدا وجود داشت در دور بزرگ اوضاع تماشا میکردیم. یعنی اوضاع سر صدای مرحله قوات همه جا شنیده میشین، مردم اوضاع تماشا میکردن، میشناختنش، مردم بزرگ هم میشناختنش. که بزرگ سلطان کبیر که بزرگ هم کلان تاجیکستان که سر آدم بود، هم میشناختم. که واسه هم تاجیرو بگم، تاجیرو که میشم میشناختم، لاینای کار میکردیم، هم میشناختنش. بله. و بعدا این اوضاع شما بعد اومدید گرمانیا و گرمانیا عین حال دیگه بعد به گروه سیاسی یعنی گروه 24 بعد ماه نویبر بود، ما نویبر اومدم. بعد وقت با هم چیده پیوستیدم در زیلو با اونجا پیوستیدم. با بچه ها قد شنوس شدیم. اما تا آخر همون سال 2015 بچه ها را دیدم، پیش ملاقات کردم. بعد فعالیت من شروع شده بود، پس پرده بود نه رسمیش. بعد تقریبا یک سال بعدش بودم، مرد سال دیگه شد 2021 بعدی از پس شهادت 16. بله. حالا من منظورم که در ذیل وقتی اومده بعدن در مورد مرحله قوات شما یعنی اون ویدیوش بعدن تماشا کردید که قبلا هم ویدیو رو تماشا کرده بودیم. اما چه دیدم نتوجیستان، همش دیدم ما تو همو باشاله رسوندنش هم دیدم تا داخل تاجیکستان تماشا داشت. او میدونستم بود، حتما میدونستیم که همی طاغوت رحمانوف که به قبل رسوندگیش ایش هم میدونستیم. برای قبل مرحله قوات کی بود در جامعه تاجیکستان؟ کسی که
مردم با همین ضد رحمانوف گپ میزده که میشد چه در بین جامعه تاجیکستان از سال 92 که 97 و سال شده که چیزی دیگه یکم اپوزیسیون ما خیلی اپوزیسیون جدی نداشتیم و در پارلمان نداشتیم فقط همون چیز رحمانوف میگو لبه که یا رحمانوف میگفتن دیگه یکم چیزی نمیگفتن یکم ضد رحمانوف یکم چیزی برای مردم اینترس نداشت پیش او اینی کی بود انصاری بود با پخشش سر میداد در اکتبر بود دور والله اعلم اما چه بعد باید یعنی توجیه که داخل تاجیکستان عمر خواهد بعد پیدا شد توجیه هم وقت جلب کرده بود باز همین اگر که ما نگاه کنیم در عموم اگر خلاصه کنیم که خودت وقتی که اومدی خارج کشور همین صحبتایی که در گذشته شدگی با شهادت عمر علی قفاتف همین ها تقریبا تاثیر گذاشت که تقریبا وارد سیاست شده بیشتر اومدی وارد گروه سیاسی شدی یا اینکه یگان چیز دیگه سبب بود که بعد از اومدی بچه‌ها را دیدی نزدیک شدی ولی تقریبا همین صحبتای عموما عمر علی قفاتف نبودن شو یعنی سال 2000 مثلا 11 ها بگیریم و 2000 مثلا 13 که بعد صحبت‌های عمر علی قفاتف شروع شد قدمش مثلا اوج تو این زمان فرقیت می‌کرد یا اینو تاثیر گذاشت روسیما در سیاست قبل از مو گروه 24 یا اصلا وجود نداشت مرحله خود در بزرگ بود در تاجیکستان بود که ما مثلا در سیاست دست زدگی بودیم مثلا 2006 شروع شده بود وقتی بزرگ رفتیم دیگه در بزرگ مو مردم چی بود بیشتر مردم هم طالب علمایی که با قول رحمان و بگیم وهابی بگیم شما اونا چی بگیم مردم در سعودی و در اینجا تحصیل کردگی مادگی بودن اونا علاقه میدونستن که رحمانوف یا طاغوت یعنی دینی بودن هم بحثای همو علمی میرفت بعد چی میرفت بعد همو اصل 2006 هم رحمانوف چی کردگی بود قانونی معنی حجاب در وزارت معارف رو وردگی بود ناراضگی در بین همو بچه‌ها بود بعد خیلی میرفت یعنی دست که طاغوت ایسنه چخچخ صحبت میرفت همو در بزرگ شونبینی رحمانوف همون وقت من شروع شدگی بود با استا هم بالا رفتن گرفت دیگه چیکار بگم ما هم تیار بودیم ده یعنی این صحبت ها را دیدگی بودیم که رحمانوف مثلا یک کذاب یک قاتل یک طاغوت ایران میدونستیم دیگه که عمر علی قفاتف که برو من زلو را دیدم عمر علی قفاتف دیدم با تماشا کردم با مشناختم اومدم در زلو دیدم یک پرتلی که در هم جمعه شبکه مبارزه بود در هم جمعه شبکه وزید رحمانوف مبارزه بردن فعالیت خود شروع کرد دیگه ما اومده بودم یعنی برام بیگناه نبود آشکار بود تمام بعد یا شروع کردیم اونم یک 5-6 ماه 4 ماه 5 ماه هم قبل یک بگیم که با خالی گپو که یواشکی میرفتیم احتیاط کرده با مو رفرندوم شده بود با رفرندوم اصلا دیگه احتیاط پیدا داشت یک طرفش دیگه پوسکندر زنده و سلامت باشه شون اگر آخر سخن یگون گفتنی باشه دیگه وقتی رمضان از نظر وقت افطار میشم بر نزدیکی شما وقتتون زیاد نگیرم دیگه اگر آخر سخن یگون گفتنی فرما ما فقط گفتنیم که الله رحمتش کنه در ماه شریف رمضان همین مرحله خاطفه که اولین کسی بود که مردم تاجیکستان نو واسه همه قابلیت ها تونست سرجم کرده تونست وزید رحمانوف برپا کردن مردم بهترین کس بود که همین کار یکم همون دست زد و انشالله که ما ایتونیم روی برادر دوام دادیستیم و خواهیم دوام تو وقتی که یا پیروز میشیم یا میمبریم تو هم وقت 20 سال میگذره 30 سال میگذره 50 سال میگذره حضرت اینه حضرت سال دعوت کرد 17 کس مسلمان شده بود رو 70 شده نبود ما هم پیامون راه میریم انشالله که یه روز شما که ما موفق باشیم و تاجیکستان را انقلاب کنیم و حکومت به دست بگیریم فقط در آخر چیه ما میخوام بگم برای مردم تاجیکستان و برای رحمانوف برای هر دشه امروز سر صدا موضوع پسنگک دیگه میشه امروز سر صدا در ایران میدونیم چی گپای میبینیم چی خلای ما رسید بر ایران رفتگیم مردم تاجیکستانی که هستی غیرت مردم ایرانی یاد بگیری غیرت مردم ایرانی یاد بگیری که به هم نزدیک 30 چند هزارشون کشتن بعد 30 چند هزارشون کشتن چلی میشون که گذاشت با مردم ما در دانشگاه تظاهرات کردن
غیرت هم مردم یعنی فارس زبانای خودمون که هم زبانمونن یا ملت من یاد بگیری و رحمان و فهموخی دیکتاتور شدی یا دیکتاتور بشه که یا کسایت بترسه با جوز زنکا و کمپیر یا کسایت بترسه مثل سعید علی دیکتاتور شد که هم ببینند تلخشون بکفه نه دیکتاتوری که ضعیف ترین کشور آسیا میونه قرقیزستان میاد در پیشکال و شپل مزه نمیروه همو شرف دیکتاتور را پس نکه دیگه تمام همه گفتنی بودم زنده و سلامت باشی برادر. با امید پیروزی الان نگاه سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر برادر که پیوست شدن صحبت کردن و انشالله که الله جزای خیرشون بتیم. برادر ریگری بفرمو دوست گرامی. سلام و درود برادری عزیز، امیدوارم خوب هستی برادر عبیدالله. زنده و سلامت باشی برادر گرامی بفرمو. بله خوب هستم. الله حفظت کنه، سلامتی خوب همه تینج برادر. تشکر. زنده باشی برادر گرامی. شما امیدوارم تن صحت سلامت باشی. شکر الله که خوب هستیم الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله شما خوب باشین. زنده و سلامت باشین. بفرمایید مورد موضوع برادر صحبت کنین. موضوع من دیرتر در اومدم برادر، درباره چی است درست گپ نمیتونم. کم تماشا کنین که اون برادر دیگری را گوش کنیم شاید از او درک کنین چی موضوع باشه. برادر استیفا رحمان رو بفرمو. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. صدامون هست؟ صدا تو هست برادر. سلامت خوب انشاءالله. زنده و سلامت باشید. ما هم نه فوکسون کورا کسان برادر جون گفتم بدرم درباره دیگه موضوع صحبت کنیم. گرامی ما امروز برنامه دیگر نداریم. امروز برنامه خاص است و مسئله برمیگردد به مسئله برادر و منشهید. خب 5 دقیقه میگیرم و میبرم زود انشاءالله. میگم موضوع در موضوع برنامه ملی قوت است دوست گرامی. قوت بله برای یادبودی قوت با خاطر رسوندن دیکتاتور رحمانو. بله در این موضوع صحبت. خب باید با همه معلوم است انشاءالله که رحمانو یک ظالم عاقل پدر است، پدر نالت. انشاءالله باور دارم الله که مردگی عوضی بدبخت ما باید داره سالی 2016 یا 15 بود الله آدم خطا نکنه هم خبر باید دارم مالای قوت و یک حرام ظالم به قطر رسون در ترکیه. ما همون وقتی ویدیو را دیدیم کم با مخالفان و برادرایی که حقیقت پرستن حقیقت میگویم با ما مداخل شدیم شروع کردیم گوش کردن صدا بلند کنیم. انشاءالله ما تیاریم که این ویدیو را در تاجیکستان کنیم. انشاءالله الله لعنت کنه ظالم اما با یگان خدا با شما مرحله قوت چگونه شناختین اصلا اگه او شناختین کی فهمیدین که مرحله قوت وقتی در زلو میگفتن ما کم زلو هم درآمد پدر ما خودش تو چی بود حزبی بود کم درآمد گوش میکرد در خونه میگفتیم لکیان مرا میگفتی اینا بچم خیلی ما در هر جا گوش نکن تو مامیتا هر آدم گوش نمیکرد برادر. بعد از یوتیوب کانال شدم در یوتیوب کانال یعنی مرحله قوت تماشا کردم که او آدم چی میکردن او گشت میکردن آدم های ظالم رحمان چرا کمی دیگر مانده مطابقتون میرسونیم و خواستشون رو انجام دادن. انشاءالله برادر ما بیزن الله شهید است و ما همه خواهیم که به مثل مرحله قوت بکنیم نکنیم. ما همه آدم های هستیم که از مرحله قوت فرودیگان برآمدگی داریم انشاءالله. بله و باوری الله دارم که انشاءالله بیزن الله ما این کار انجام میتیم. این ظالم حرام از سر قدرت نسمیتیم. الله لعنت کنه. استغفار رحمانه الله نگهبان پولیس برادر. زنده باشین.
برادر عزیز امیدوارم خوب هستین. صدا هست؟ بله بله. برادر عمرعلی قواتوف یگانه شخصی بود که این الله رحمتش کنه مردم بیدار کرد. بسیاری مردم از همین جوانمردی که در راه حق بود مردم آگاه شدند، این جوانمرد دیدند و یگانه شخصی بود که نترسید مبارزه مردانوار مبارزه کرد ضد این امام علی بدخواه لعنت کرده اعلی که امروز ملت توجیک مردم توجیکستان نه یک ملت توجیک گویم، همه هموطنان توجیکستانی که امروز در داخلند تمام مردم توجیکستان به وضعیت بد قرار داده. این خائن دشمن دین اسلام که امروز 2 سال 3 سال میشه پشت 3 سال شده است света 2 سال гарантиш кати света даже дар зимистон наметия лаънатӣ ба тамоми мусибати бад гирифтор кардаи мардум оилавӣ мемуранд. боз мардум хомӯшанд. ман ҳайронам кия иҷдат доранд, чӣ қадар хомӯш ҳастанд. ва ин эмомалӣ тавонист ки мардума ғулом кина, мардума мутеъи худаш созад, тарсона. ҷавонмардои мо як касоне ки мубориза мебаранд, инсоное ки шуурнокишон хуб асту фаҳмишон хуб аст, огоҳ мешаванд, дӯстаи душман ҷудо мекунанд, ҳақиқата мефаҳманд, бар зидди ин мубориза мебаранд. ҷавонмардое ки зидди ин мехезанд, инсонҳои сиёсӣ, муборизону мухолифоне ки ҳастанд, ин бо ҳар ҳилаи найранг чикор мекунад? метарсона. ба қапиш хурди агар медуздида мешавӣ бо тариқи ин ҳукумати амнияти модар ба хато рафтаранги эмомалие ки лесакӣ мекунанд аз ин бадхоҳи динситези душмани дини ислом ки имрӯз модарони моя мехоҳад ки урён кина ин бадхоҳи лаънатӣ ва иншоалло ба ҳадафи нопокш намераса. иншоалло шикасти ин золим наздик аст. бародар садо ҳаст? بله بله هست گوش دارم. иншоллои таоло бародари убайдулло алло ҳифзат кина шикасти ин наздик аст. иншоалло пирӯзӣ ба мо наздик аст. рӯзҳои ба шумори ин бадхоҳи модар ба хато рафта ки имрӯз дина аз байн бурдан мехоҳад, ин амниятиҳое ки тарафдорӣ аз ин хоин мекунанд, иншоалло ино ҷавоб хоҳанд гуфт. касоне ки болои ин мардуми ҳамватанони ман зулм мекунанд, ино якояк ҷавоб хоҳанд гуфт. ман дар ту эмомалӣ чӣ гуфтаним? ту мана уже медонӣ, мана амнияти сагд ба номи шукрулло мана фурӯхтагӣ айкун. мана медонӣ ман кати ӯ гап задиму мана мисол нофаҳмида номери мана додан, ман кати ӯ гап задим, ӯ мана да ҳамун коркуни давлатияй ман фикр мекунам да ҳамун ҳубоб кор мекуна шашума белда. ту мана гӯш кун, ҷавоб мегӣ. баъд иншоаллои таоло ин касоне ки тарафдорӣ аз ин эмомалӣ мекунанд, ҳаматон якояк сагони вафодори эмомалӣ, ҳаматон якояк ҷавоб мегӯед. ин миллат қасоси худшона ки мардум дасти шумо дароз аст дар болои мардуми бечора ҷавоб хоҳем гуфт. ва ин эмомалӣ, тарси ин эмомалӣ аз ҳамун ҷавонмардое ки наметарсанд, бо чӣ хеле ки зулм мекунанд, бо кадом роҳе ки зулм ситам кардан мехоҳанд, боз ҳам дар роҳшон истодагӣ мекунанд. ман ҳамун шахсе ҳастам ки манда фарқ надорад чӣ кор мекунен оилаи манда, авлоди манда чӣ кор мекунен, ҳамашда ҷавоб хоҳем гуфт. манда гуфти ҳамун рӯсопа бараванай, ман замониш бия иншоалло ҳаматон ҷавоб хоҳем гуфт, ҷавоби сангин хоҳем гуфт иншоаллоҳи ва таоло. эмомалӣ, ту мана гӯш кун. садо ҳастай бародар? связи ман сустар айда? эмомалӣ, ту мана гӯш кун. ту мехоҳӣ ки мардуми тоҷикистона дина аз байн бурдан мехоҳӣ. ту мехоҳӣ ки модарони моя
اوریون کنی تماشا کنی لذت بری بدخواه. اگر آن پروردگار پاک که اگر قسمتی من این پروردگار خودش بزرگ است اگر قسمتی من در پادشاهی باشه امام علی فراموش نکن که من در یک رشتکه دخترات گولی کره سر میتیم در یک رشتکه انم خیل جواب خواهی گفت اوای نغزش همو رستم گنگه که اونمو آزاده شلوه اوای خوبش خوبترش پدرتون کشین همو خوبتر میغلطه. نه من برای چی که این ظلمو ظلمی بهت کردن برادر اینو کتی به خوبی گپ زدن امکان ناپذیر است. اینا فراموش نکنه امام علی که این ملت قصاصش از تو خوب میگیره. من یک چند برادر عزیز این گپی خوب نمیفهمه امام علی. طرفداران امام علی امنیتی و فراموش نکنین که همه کنکریت نی 100% جواب خواهیم گفت انشالله با امر خدا. شما فکر نکنین که من میترسم و خاموش میشم. من اگر یک قدم دست من حرکت کنین انشالله 100 قدم شما شکست میخورین چون که دشمنای من دهچند پرقوت ساخت. انشالله با امر خدا یگان کار کردن نمیتونین لیکن انشالله من امیدوار هستم اگر عمری من باشه بعد همون وقت میبینین که من کی هستم بعد من میدونم با شما چخیل کار کنم. انشالله همه جواب خواهیم گفت. اینا فراموش نکنین امنیتی هایی که طرفداری از این میکنین شما باید فرصت دارین شما باید کار کنین که طرفداری از این ملت کنین تا که این ملت مظلومه که ظلم از بالای شما نامردانه که سر و کلا خردم کرگی خوب بریدم کرگی ظلمه که بالای این مردم جبریده میکنین تا برگشتن شما طرف این ملت خوبتر است. جواب خواهیم گفت. دم کرگین از یک امام علی میترسین آخی الله شما لعنت کنه این قدر احمق این قدر نمیدونم پست شده این که مادراتون گولی میکنه اوریون کردن میخواه بازم طرفداری از همین بدخواه میکنین. شما مگر از الله نمیترسین پیشوا میخونین این امام علی پیشوا گفتن شما بدخواهان در قهر جهنم سوختن شما یا ای بدخواهان شما از الله ترسین دیگر کمتر فراستون کار فرمین. من یک چند مصرع شعر خونم برادر بعد خیر خوش می برادر گرامی بیاد ایرا ببونیم به یک برنامه بعدی و حالا ما وقت اجازه دادم یکم اولا که چون خود دیگر در مورد مشکلاتی که خودت اومد پیش من صحبت کردیم من اصلا قد نکردم چون این برنامه مخصوصا برای برادر ممارل قوت بخشیده شده است و موضوع معین مشخص است که ما امروز تنها در همین موضوع صحبت میکنیم یعنی خودیرویشان چون صدایی باید کسی باشیم که اون صدا از جانب یک دیکتاتور خاموش کرده شد و هدف ما را برگزاری برنامه همی است. اگر او با امروز بر بگردیم به دیگه موضوع میبینیم و علاوه بر این من میخوام برنامه رو چون من 10 دقیقه پس افطار دارم باید من 10 دقیقه پس برنامه رو خاتمه ببخشم. برای من اگر اجازه باشه 10 دقیقه من بسیار کوتاه‌تر صحبت کنم و برنامه رو خاتمه ببخشم. ان شاء الله برنامه بعدی هر روز سه‌شنبه برنامه دارم دیگه برنامه‌ای که ان شاء الله انجام داده میشود میبریم در دیگه موضوعی که خصوصی است و غیر از اون ان شاء الله صحبت میکنم اگر اجازه باشه با لطف شما چون من لازم میرم افطار میکنم بعد از 10 دقیقه. مایلش برادر الله حفظت کنه. من چهار مصرع شعری همو شاعر گم که نمیرسم دیگر تمام الله حفظت کنه برادر جان. در راهتون استوار باشین انشالله پیروزی نزدیک است. سلام علیکم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز متاسفانه وقتی افطار نزدیک شده است و زیادی از مهمانان برنامه که در کشورهای گوناگون زندگی میکنند و در زمان اونها یعنی وقتی افطار شده است در وقتی اونها در کشور اونها و با این سبب نتوانستن وارد برنامه شوند و از چون مهمانی برنامه که باید پیوست میشدن یک نفرش مشکلات اینترنتی داشت
و دیگه برادرانش مشکلاتی وقتی رمضان است، افطار است و به همین اساس ما همه برادران رو درک میکنیم و از برادرانی که پیوست شدن، از مهمانان برنامه و از شنوندگانی که به برنامه پیوست شدن بسیار تشکر میکنیم. امیدوارم که ان شاء الله بتونیم در برنامه بعدی شما رو بازم پیوست کنیم و صحبت کنیم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، از اسم مرحله قوت صحبت کردن برای هر یک ما و شما امروز فرض عین است، چون موت امروز کسی هستیم که صدای کسی رو که دیکتاتور ایرانی رحمانوف خاموش کرده است صدای او بشویم و از صدای او همیشه صحبت بکنیم و از صدای او رو نگذاریم که خاموش بشود. و اگر این گونه ادامه پیدا کند مطمئن باشید که ما و تو خود یعنی کشوری من و تو آباد خواهد شد. آینده فرزند من و تو اعتبار انسانی و شهروندی رو در جهان پیدا خواهد کرد. همین مشکلاتی که امروز در جهان به میان آمد، در ایران و در هر منطقه دیگر، نشان داد که قلدرهای جهانی امروز هیچ نفر رو قبول نمی کنند مگر اون نفری رو که زورگو باشد، اون نفری رو که توانمند باشد، اون نفری رو که کشورش پیشرفته باشد. پس من و تو با یک دیکتاتور هیچ وقت پیشرفت نمی کنیم تا زمانی که اون اراده انسانی خود رو به دست نگیریم و از قدری بزرگان و اون کسانی که برای این ملت و این کشور جان دادن و جان فدایی کردن چیکار کنیم؟ احترام کنیم و اسم اونها را بالا بداریم. و اگر ما این کار را کردیم مطمئن باشید که فردای آینده کشور من و تو بهتر خواهد بود، فردای کشور من و تو شکوفا خواهد بود. فردا هر کسی از این هموطنان ما میآیند و چیکار میکنن؟ بیاین در برنامه پیوست شوند و صحبت کنن. یعنی هر کسی بتواند بیاید برای ملت خودش حرف بزند. شما تصور کنید که اگر یک نفر فردا بداند که مثل دلیر موملی، عزت دمون، کرامت شریف، مقصود ابراهیم و رحمت جان محمد جان و مرحله و دههای دیگر، و اگر به میدان بیاید مثل اینها احساس کند که در پشت من یک کوه ایستاده است که اگر من بروم این کوه مرا دفاع خواهد کرد. یعنی مردم مثل کوه باید در پشت یکدیگر بایستند و اگر ما در پشت یکدیگر ایستادیم مطمئن باشید که فردا کشور من و تو آزاد می شود و فردا هر کس مثل این مرحله قوت پیدا می شود، به میدان می آید و دفاع می کند، چون می داند که در پشت اون ملت می ایستد، در پشت اون مردم می ایستد. و در غیر صورت مطمئن باشید که در همین مشکلات اخیر جهانی که به میان آمد هر کشورهای خرد از بین میروند و از جمله تاجیکستان یک کشور بالقدرت نیست که در این سیاست‌های پیچیده توان بیارد. و البته یه روز میبینید که جزئی از روسیه، جزئی از چین، هم خدا نکنه جزئی از یک کشور دیگر بشود. برای همین برادران و خواهران گرامی باید با یکدیگر باشیم و کوشش کنیم که ان شاء الله امینین دفاع بکنیم از تن هر یک کسی که در اینجا بوده، چی سهراب ظفر، چی نسیم جان شریفوف، چی عمر علی قوتوف، مقصود ابراهیموف، میجان صالحوف و رحمت جان دههای دیگر، در جای اونها باشیم و مثل اونها حرف بزنیم تا زمانی که اونایی که زندان شدن آزاد شوند، تا زمانی که اونهایی که شهادت رسیدن خون بهای اونها گرفته نشود. پس برای این ما باید مبارزه ببریم و تا آخر بیستیم. دیگر وقتی شما را نمیگیرم. این بود 11مین یادبودی شهادت مرحوم عمر علی قوت و در برنامه با شما بودم عبیدالله سیدی و اجرا کننده راهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان. شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. پروردگار شما را در امان حفظش نگه داشته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.